السلام علیکم خوانندگان عزیز. موضوع دویمی ما اوید به موضوع سرعت حرکت بخشیده شده است. حرکت مکانیکی چیست؟ با مرور زمان در فضا نسبت به جسم‌های دیگر تغییر یافتن موقع جسم را حرکت مکانیکی می‌نامند. مثال حرکت آدمان، حیوانات، پرندگان، حرکت خون در رگ‌ها، حرکت تپش دل آدم، حرکت الکترون‌های آزاد در ناقل‌های متلی، حرکت الکترون‌ها در اطراف یادروی اتم و بسیار مثال‌های آورده ممکن است که اینها از جمله حرکت مکانیکی به حساب می‌روند. برای آن که در این مثال‌های آورده شده یک جسم نسبت به جسم‌های دیگر موقع خود را، مسافت بینشان را تغییر می‌دهند. از این سبب این را حرکت مکانیکی می‌نامند. حرکت مکانیکی وابسته به سرعت دو خیل می‌شود: حرکت منتظم و حرکت نامنتظم. حرکتی که در آن جسم در فاصله‌های برابر وقت راه‌های برابر را طی می‌کند حرکت منتظم نامیده می‌شود. مثال حرکت عقربه که ثانیه سنجی ثانیه گردی ساعت از جمله حرکت مکانیکی به حساب می‌رود. یکی از بزرگی‌های فیزیکی که حرکت مکانیکی را توصیف می‌نماید سرعت حرکت میباشد. برای آموختن حرکت مکانیکی یعنی بزرگی سرعت استفاده برده می شود. سرعت حرکت چیست؟ نسبت راه طی کرده جسم را بر واحد وقتی که این راه طی کرده شده است سرعت حرکت می نامند. فرموله سرعت و برابر s تقسیم t به حساب می رود. در اینجا و سرعت حرکت است. واحد آن در سیستم بین‌الخلقی واحدها سی متر تقسیم ثانیه قبول کرده شده است. واحدهای دیگر نیز استفاده می شود، مثلا کیلومتر تقسیم ساعت. S راه طی شده به حساب می رود. واحد آن متر یا کیلومتر می باشد. T وقت حرکت است. واحد آن ثانیه یا ساعت می باشد. برای افاده نمودن یک واحد سرعت به واحد دیگر سرعت مسئله یکم را دیده می‌بریم. اتومبیل با سرعت 72 کیلومتر تقسیم ساعت حرکت می‌نماید. این سرعت را با متر بر ثانیه، سانتی متر بر ثانیه، کیلومتر بر ثانیه، متر بر دقیقه افاده نمایید. در شرط که روی مسئله سرعت و برابر 72 کیلومتر تقسیم ساعت آورده شده است، ما باید این واحد را به واحدهای دیگری که در بالا ذکر گردیدن افاده نمودنمان لازم است. برای افاده نمودن کیلومتر بر ساعت به متر تقسیم ثانیه چنین عمل را اجرا میکنیم. و برابر 72 کیلومتر تقسیم ساعت داده شده است. رقم داده شده را می نویسیم. سوال میگذاریم: یک کیلومتر چند متر را افاده می نماید؟ 1000 متر. این چنین یک ساعت چند ثانیه را تشکیل میدهد؟ 3600 ثانیه. برای آسان شدن حساب ما میتوانیم نالها را اختصار نماییم. برای نال آخران را اختصار کردن در اینجا ویرگول میدیم. پس حاصل میشود 72 ضرب 1 متر تقسیم 3.6 ثانیه. اگر حساب نماییم 72 متر تقسیم 3.6 ثانیه که این به 20 متر تقسیم ثانیه برابر است. طرز افاده نمودن کیلومتر بر ساعت به متر ثانیه این آن بوده است که رقم داده شده را به 3.6 نیز تقسیم نمودن کفایه است. دلخواه رقم داده شده را که به کیلومتر بر ساعت داده شده است برای افاده نمودن به متر تقسیم ثانیه تنها به 3.6 تقسیم میکنیم و خلاص که این به متر تقسیم ثانیه افاده می‌یابد. اکنون و برابر 72 کیلومتر بر ساعت را می نویسیم. برای سانتی متر بر ثانیه افاده نمودن سوال میگذاریم: یک کیلومتر چند سانتی متر؟ 100,000 سانتی متر و یک ساعت 3600 ثانیه. برای آسان شدن نالها را اختصار می نماییم و حساب میکنیم. 72,000 تقسیم 36 حاصل می شود 2000 سانتی متر بر ثانیه. اکنون سرعت را از کیلومتر بر ساعت به کیلومتر بر ثانیه افاده می نماییم. رقم داده شده را می نویسیم.
سوال میگذاریم. کیلومتر خودش تیار است. ساعت رو به ثانیه ifade می نماییم. 3600 ثانیه در اینجا 1 کیلومتر باقی میماند. وقتی که حساب نماییم 0 از 102 حاصل میشد که این کیلومتر بر ثانیه. اینچنین سرعت رو به متر بر دقیقه ifade می نماییم. رقم داده شده را می نویسیم. کیلومتر بر ساعت. 1 کیلومتر 1000 متر و 1 ساعت 60 دقیقه است. قیمت ها را حساب نموده جوابش را حاصل میکنیم که این 1200 متر بر دقیقه بوده است. همینطور ما بزرگی سرعت را از واحد کیلومتر ساعت به یک چند واحد های دیگر ifade نمودیم. برای یافتن سرعت حرکت منتظم روی تعیین شده را به وقت حرکت تقسیم کردن لازم است. خیلی که در بالا گفتیم v برابر s تقسیم t. مسئله دوم، سرعت حرکت اتومبیل که مسافه 3 کیلومتر را در 3 دقیقه طی میکند معین کرده شود. به شرطی که توی مسئله دقت میدهیم. در اینجا وقت با دقیقه داده شده است. بهتر می شود دقیقه رو به ساعت ifade نماییم. برای این 3 دقیقه رو به 60 تقسیم نموده 0.05 ساعت رو حاصل میکنیم. اکنون فرمول رو نوشته حساب میکنیم. قیمت های داده شده رو به فرمول میگذاریم. 3 کیلومتر بر 0.5 ساعت. جوابی این حساب ها 60 کیلومتر بر ساعت بوده است. جواب سرعت برابری 60 کیلومتر بر ساعت. برای معین کردن روی طی شده در حرکت منتظم سرعت حرکت را به وقت آن ضرب کردن لازم است. مسئله سوم، پاییز مدت 30 ثانیه با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت حرکت منتظم کرد. در این مدت پاییز چقدر راه رفته است؟ به شرطی که توی مسئله نظر میکنیم در اینجا سرعت با کیلومتر ساعت و وقت با ثانیه ifade یافته است. بهتر می شود کیلومتر ساعت رو به متر ثانیه ifade نماییم و در بالا ما 72 کیلومتر بر ساعت رو با متر ها بر ثانیه ifade نمودیم که آن به 20 متر تقسیم ثانیه برابر بود. فرمول مسافه رو نوشته مسئله رو حل میکنیم. و ضرب t. قیمت های داده شده رو میگذاریم. 20 متر بر ثانیه ضرب 30 ثانیه. ثانیه با ثانیه اختصار می شود و جواب این حساب ها 600 متر بوده است. پس جواب مسئله S برابر 600 متر است. برای معین کردن وقت حرکت در حرکت منتظم راهی طی شده را به صورت حرکت تقسیم کردن لازم است. مسئله چهارم دوبل. عمد در دریا روان است. سرعت جریان آب 0.5 متر تقسیم ثانیه گرفته. یابید که عمد مسافه 15 کیلومتر را در چند ساعت شنا میکند. به شرطی که توی مسئله نظر میکنیم که در اینجا مسافه با کیلومتر ifade یافته است و سرعت با متر بر ثانیه ifade یافته است. برای یافتن آن که در چند ساعت شنا میکند ما باید سرعت را از متر ثانیه به کیلومتر بر ساعت ifade نماییم. در اول ifade میکنیم و برابر 0.5 متر تقسیم ثانیه وارد شد. سوال میدیم که 1 متر چند کیلومتر است. 1 متر رو برای کیلومتر ifade نمودن به 1000 تقسیم میکنیم. 1 تقسیم 1000 کیلومتر. و 1 ثانیه چند ساعت است. برای این 1 ثانیه رو به 3600 تقسیم میکنیم که این به ساعت ifade مییابد. موافق قاعده متماتیک مخرج کسره های بالایی و پایینی جای خود را عوض میکنند. 0.5 3600 کیلومتر در بالا و 1000 ساعت در پایان. برای آسان شدن حساب ها ما میتونیم اختصار نماییم نال ها را. برای نال آخران را اختصار کردن در اینجا ویرگول میدیم. همینطور 0.5
ضرب 3.6 کیلومتر بر ساعت. پس خلاصه برآوردن ممکن است که از متر ثانیه به کیلومتر ساعت ifade نمودن باید رقمی داده شده را به 3.6 ضرب کردن لازم بوده است که این به 1.8 کیلومتر بر ساعت برابر است. اکنون برای معین کردن وقت فرمول را استفاده میبریم. T برابر S تقسیم V. 15 کیلومتر بر 1.8 کیلومتر ساعت. این برابر است به 8.33 ساعت و یا اینکه 8 ساعت و 20 دقیقه. یعنی احمد 15 کیلومتر مسافت را در 8 ساعت و 20 دقیقه تعیین میکرده است. مسئله پنجم، در تکنیک ترکانش طناب بیکفورد نام آتش ناقله استفاده می شود که با صورت کم می سازد. طناب باید چقدر دراز باشد که پس از درگیراندن آن آدمی طناب درگیراننده 300 متر دور شده، یعنی گریخته تواند. صورت گریز آدم را 5 متر ثانیه گیرید و صورت سوزش طناب را 0.8 سانتی متر ثانیه. بیاید رسمی آن را تصویر میکنیم. همین خیلی مواد ترکنده هست که نام آن طناب بیکفورد بوده است. آن از همین رسمان عبارت است. وقتی که آدمی طناب درگیراننده طناب را آتش میگیراند، آن با صورت خیلی سست میسازد و آن را با صورت V2 ifade میکنیم. و درازی آن AC2 را ما باید بیابیم که چقدر درازی را تشکیل نماید که آدمی درگیراننده 300 متر گریخته تواند. اگر در اینجا دقت دهیم وقت برای هر دو حادثه یک خیل میگذرد. از این سبب از روی گریختن آدم ما وقت گریزی آن را حساب میکنیم. T برابر AC1 تقسیم V1 برابر 300 متر تقسیم 5 متر ثانیه. این برابر می شود به 60 ثانیه. یعنی آدم مسافت 300 متر را در 60 ثانیه طی کرده است. در 60 ثانیه آتش همین رسمان را سوخته تا مواد ترکنده می آید و می ترکد. از این سبب برای معین کردن AC2 سرعت سوزشی آتش ضرب وقتی این حادثه برابر است 0.8 سانتی متر بر ثانیه ضرب 60 ثانیه. ثانیه با ثانیه اختصار می شود و جواب آن 48 سانتی متر می شود. یعنی آدم باید درازی طناب را 48 سانتی متر گرفتنش لازم بوده است. مسئله 6، تراکتور در 5 دقیقه اول مسافت 600 متر را پیمود. گویید که اگر تراکتور با همان سرعت نیم ساعت حرکت بکند چقدر راه را میپیماید؟ به شرط کوتاهی مسئله نظر میکنیم. در اینجا مسافت 600 متر، وقت اول 5 دقیقه و وقت دوم 0.5 ساعت داشته است که آن را ما به دقیقه گراندن ما بهتر است. 0.5 ساعت این می شود 30 دقیقه. در اینجا گفته شده است که سرعت در تمام حرکت دویم میماند. از این سبب ما سرعت تراکتور را در 5 دقیقه اول معین میکنیم. V برابر S1 تقسیم T1. 600 متر تقسیم 5 دقیقه این می شود 120 متر تقسیم دقیقه. اکنون مسافت AC2 رو معین میکنیم. V ضرب T2 120 متر تقسیم دقیقه ضرب 30 دقیقه. دقیقه با دقیقه اختصار می شود و حاصل میکنیم جواب مسئله 3600 متر. جواب AC2 برابر 3600 متر. مسئله هفتم، یک ولسپید سوار مدتی 12 ثانیه با سرعت 6 متر ثانیه حرکت کرد و ولسپید سوار دیگر همان قطعه راه را
در مدت 9 ثانیه پیمود. سرعت میانه ولسیپد سوار دوم در این قطعه راه چقدر است؟ یعنی دو ولسیپد سوار یک قطعه راه را حرکت کردن، یکی با سرعت 6 متر ثانیه در مدت 12 ثانیه و دیگری با سرعت V2 در مدت 9 ثانیه. باید سرعت V2 چقدر باشد که این ولسیپد سوار آن قطعه را در 9 ثانیه طی نماید. اول مسافه این قطعه را معین میکنیم. V1 ضرب T1. قیمت ها رو میگذاریم. 6 متر تقسیم ثانیه ضرب 12 ثانیه. ثانیه ها اختصار میشن و 72 متر بوده است مسافه این قطعه. اکنون سرعت ولسیپد سواری دوم را معین میکنیم. 72 متر تقسیم 9 ثانیه که این برابر است و 8 متر تقسیم ثانیه. جواب مسئله سرعت ولسیپد سواری دوم باید 8 متر تقسیم ثانیه شدنش لازم است. این بود خوانندگان عزیز موضوع امروزی ما دایر به موضوع سرعت حرکت. سرعت حرکت یکی از بزرگی‌های اساسی که حرکت مکانیکی را توصیف می‌نماید. در پایان خوانندگان عزیز یک چند مسئله ها برای مستحکم شدن موضوع امروزه گذاشته می‌شود. خیر تا درس آینده.